فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. است که کسی در ماه مبارک رمضان گناه کبیره مانند قمار یا نماز تراویح نخونه چه حکمی داره؟ هر گناهی به اصطلاح با توجه به حرمت زمانی و مکانی مضاعف خواهد شد. یک گناهی که انسان بیرون از حرم انجام میده تا گناهی که داخل حرم انجام میشه، گناهی که بیرون از مسجد هست تا داخل مسجد، گناهی که در غیر رمضان هست در ماه مبارک رمضان، قطعا اینا متفاوت است. انسان باید سعی بکنه که همیشه مواظب باشه و گناه را تا جایی که میتونه انجام نده و به محض اینکه گناهی رو انجام داد باید توبه بکنه. این مسئله بسیار واقعا یکی از توصیه‌های اکید رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه این بود که اتق الله حیث ما کن و اتبع السیئة الحسنة تمحها. این یک راهکار بسیار قوی و کارآمد هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما آموزش داده و اینو توصیه کرده. به محض اینکه کار گناهی رو انجام دادی توبه بکن و بعد از این یک کار خیر انجام بده. اون کار خیر و صدقه، نمازی، وضوئی، عبادتی که تو انجام میدی بعد از اون گناه سبب میشه که آثار اون گناه رو از بین ببره. به مجرد اینکه انسان دچار گناهی شد توبه بکنه و به جای اون برای تلافیش یک کار خیری رو انجام بده.